فیلمی که در حال حاضر میبینید یه مروری میکنیم روی روش‌های استفاده از ابزارهای کنترلی پیشرفته. برای اینکه بتونیم از این ابزار استفاده کنیم اول باید سربرگ دیولپر رو فعال کنیم که به صورت عادی توی صفحه نیست. از این مسیر میایم علامت میزنیم این گزینه رو و اوکی. با کلیک روی اوکی سربرگی به اسم دیولپر به سربرگ‌های اکسل اضافه میشه. برای قرار دادن یک ابزار کنترل روی دکمه اینسرت تو این سربرگ کلیک میکنیم. منویی که باز میشه دو قسمت داره، یکی فرم کنترل، یکی اکتیو اکس کنترل که ما با فرم کنترل ها سر کار داریم. برای مثال ابزار کامبو باکس رو اگر انتخاب کنیم روش کلیک میکنیم انتخاب میشه و توی صفحه میتونیم یک در واقع ابزار رو رسم کنیم. یه فهرست بازشو هست. محتویاتی که توی این فهرست قرار نمایش داده بشه قبلا باید توی یک سری از خونه‌های اکسل نوشته شده باشه. برای مثال اینجا اطلاعات وارد میکنیم. بعد روی ابزار کلید راست رو فشار میدیم و گزینه فرمت کنترل. خب داده‌های ورودی رو تو قسمت اینپوت رنج باید مشخص کنیم. اینجا کلیک میکنیم و بعد توی صفحه محدوده رو انتخاب میکنیم و یک سلول که در واقع سلول پیوند هست، پیوند میخوره با این ابزار و هر گزینه رو که انتخاب کنیم شماره اون گزینه رو توی سلول نمایش میده. مثلا اینجا انتخاب میکنیم این خونه رو و اوکی. با یک کلیک تو صفحه ابزار میاد تو حالت اجرا، روش کلیک میکنیم، فهرست باز میشه. هر کدوم از گزینه ها رو که انتخاب کنیم شماره مربوط بهش رو توی اون خونه‌ای که به عنوان خونه پیوند در نظر گرفتیم مینویسه. حالا دیگه از این خونه میتونیم به روش مختلف حالا هر کاربردی که داشته باشه ازش استفاده کنیم. یا برای مثال یکی از این ابزارهایی که خیلی کاربرد داره برامون چک باکس هست. ابزار رو رسم کنیم به این شکل، متنش رو میشه عوض کرد. انگلیسی بنویسیم. کلیک راست، فرمت کنترل، سلول پیوند رو برای مثال D10 انتخاب میکنم. اوکی. هر وقت این گزینه علامت میخوره توی D10 مینویسه true. وقتی علامت رو برمیداریم تو اینجا مینویسه false. برای مثال یه دستور بنویسیم که توی این خونه زاویه رو بگیره. و توی خونه پایینی سینوسش رو حساب کنه. میخوایم که اگر این مستطیل مربوط به درجه علامت خورده بود زاویه رو به عنوان درجه در نظر بگیره و سینوس رو حساب کنه. در غیر این صورت رادیان در نظر بگیره. فرمول رو به این شکل می‌نویسیم. مثلا if بررسی میکنیم که آیا این خونه ترو هست یا فالس. اگر توی این خونه ترو نوشته شده باشه یعنی اینکه زاویه به درجه هست. پس فرمول رو سینوس، دستور سینوس در اکسل ورودی ها رو به رادیان میگیره. باید ما یک تبدیل درجه به رادیان انجام بدیم. در غیر این صورت یعنی وقتی که این خونه فالس باشه زاویه به رادیانه، پس دیگه نیاز به تبدیل نداره. برای مثال اینجا سی رو می نویسیم، سینوس رو حساب میکنه، ولی اگه منظور 30 درجه هست باید توی این خونه علامت بزنیم تا معلوم بشه که این زاویه رو ما به درجه وارد کردیم. یا برای مثال 90 درجه که سینوسش 1 هست، ولی اگه این علامت رو برداریم عدد دیگری نشون داده میشه. برای اینکه
فرم کارم قشنگتر باشه یک کلیک راست که ابزار انتخاب بشه، بعد ماوس رو میاریم لب مرز و دکمه رو میتونیم مثال در اینجا قرار بدیم و برای اینکه این خونه ای که اینجا هست به عنوان واسطه محاسبات اصلا نمیخوایم رو صفحه باشه، رنگش رو سفید کنیم که دیده نشه رو صفحه. ابزار کنترل دیگه که داریم در واقع نوارای لغزنده هست یا در واقع دکمه اسپین باتن هست، میتونیم ازش استفاده کنیم. روش استفادهش رو با همین مثال بررسی میکنیم. ابزار رو میکشیم، کلیک راست، فرمت کنترل، سلول پیوندش رو خونه انتخاب میکنیم که زاویه رو دادیم. در اینجا باید محدوده عددی رو وارد کنیم که محدوده عددی که خونه اعدادش میخوایم با این ابزاری که استفاده کردیم بتونیم اعداد رو تعریف کنیم، از 0 تا 360. اوکی. الان با این ابزار میتونیم اعداد رو به هر فرمی که خواستیم تغییر بدیم، کم و زیاد کنیم و از این طرف ابزار دیگری هم که اون دکمه مثل قبل قابل استفاده است.